بچه‌ها سلام، خسته نباشین. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین، خوش بگذره بهتون و زندگیتون به کام باشه. اول از همه بریم فوتساکر رو بهتون معرفی کنیم. فوتساکر میشه گفت اولین گیم پیشبینی فوتباله. یه فضایی رو براتون ایجاد کردیم که میتونید برید داخلش بازی‌ها رو پیشبینی کنید و توی رنکینگ با هم رقابت کنید. و اینکه میتونید یه گروهی رو بزنید، دوستاتون رو اد کنید. مثلا میگم به غیر از اون رنکینگ یه گروهی هم خودتون داشته باشید با دوستاتون، با فامیلاتون، با هر کسی. فوتبالیا دوره هم باشید، آقا رقابت کنید، این بره بالا اون بیاد پایین، رنکینگه. خوش میگذره دیگه، بالاخره برای شما فوتبالیا خوبه. خیلی خوب، خواستم اول فوتساکر رو بهتون معرفی کنم، بعدم بریم چمپیونز لیگ این هفته رو بررسی کنیم، ببینیم چی به چی بود. اصلا هفته باحالی بود، خدا وکیلی. میلان اتفاقات جالبی رو رقم زد که باید صحبت کنیم راجبش. خیلی خوب، بریم ببینیم کی به کیه. بچه‌ها کی بود؟ دیروز بود؟ نه دیگه، پریروز 5 نوامبر اولین روز این هفته بود. آینتوون خیرونا. حاجی من انتظار داشتم خیرونا بیاد بزنه. اصلا تعجب کردم، نمیدونم چرا خیرونا اومد 4 تا از این آینتوون خورد. تیم خوبیه، تو هلند خوب بوده امسال، بد نبوده، ولی خب خیرونا انتظارات رو برآورده نکرد امسال دیگه. میدونید تیم دوم مالکای سیتیه و یک کمی کمتر بهش میرسن، یعنی تا ستاره قابل توجه تولید میکنه یهو میبینیم مثل ساوینیو سر از سیتی در میاره. ساویو من بازی رو ندیدم، ولی خب اصلا یهو نتیجه رو که دیدم پشمام ریخت. تو فوتساکر من پیش بینی کرده بودم 2-1 خیرونا، با اینکه میهمانم بود ولی من 2-1 پیش بینی کرده بودم به نفع خیرونا. ترکیبشون والا 4-2-3-1 بازی میکرد خیرونا، آینتوون 4-3-3. عجیب بود دیگه. میدونی چه؟ لوک دیونگ هنوزم بازی میکنه. لوک دیونگ واقعا لژندیه برای خودشا. تو بارسا خوب بود ولی خب دوره بدی اومد دیگه. میدونی چی میگم؟ دوره تو بارسا بود که شاید آشغالا دوره هم جمع شده بودن دیگه. اینم جز اون آشغالا بود ولی خب بد نیست دیگه، بازیکن خوبیه. 4-0 شد بازی. بعد میدونم واقعا چرا خیرونا واقعا میدونم امسال انتظار داشتم تو سی ال مثلا بیاد کمی خودی نشون بده، نشد دیگه. حالا حس بدی بهش دارم، امسال نتونسته اون چیزی باشه که باید باشه. آمارم که نگاه میکنیم بچه‌ها خیرونا ریده بود رسما. چه آماری؟ حالا اخراجی هم داد درست، ولی بازم دیگه دقیقه 55 اخراجی دادن. حالا بعد از اون 2 تا گل خوردن، قبلش هم خب ریده بودن دیگه. حالا دلیل نمیشه که بندازیم گردن اخراجی، ولی خب کلا تو کل بازی 7 شوت زده تیم خیرونا، یعنی اصلا افتضاح بودن. اصلا خنده داره واقعا برای خیرونا. به نظرم خیرونا سال پیش یکی از مدعیای قهرمانی به حساب می اومد و 2 تا بازی اخیرش هم تو جام چی میگم بهش، فکر کنم کوپاه و لالیگا 2 تاش هم 4 تا زده بود. آینتوون هم که 3-2 با آژاکس باخته بود. آژاکس هم اصلا آماده نبوده این چند ساله. انتظارم بیشتر از این حرفا بود ولی خب خراب کرد دیگه. خیلی هم کارت داشت بازی، ماشاءالله. فقط زدن هم و یک 6-7 تا کارتی رد و بدل شده. آینتوون نابودشون کرد دیگه تو این بازی. چیز خاصی نداره واقعا بخوام بگم. همه جوره آینتوون سر بود، میزبانم بود و تونستم بزنن. دینامو زاگرب بازی و دینامو زاگرب هم که بازی همچین مهمی نیست، اصلا ارزش نداره در موردش صحبت کنه آدم، ولی خب زد دیگه. زد، تیم حریف شد، میهمانم بود. محرمی هم که فکر کنم مصدومه دیگه. آره محرمی هم فکر میکنم از مصدومیت رنج میبره هنوز. تو لیست تیم چیزم نبوده، تو لیست دینامون نبوده.
ترکیبم که نبوده، خط خورده، مصدوم بوده فکر میکنم. آره دیگه اول فصل فکر کنم رباط سال پیش بود، آخری سال پیش بود تو آسیا فکر کنم رباط داد دیگه. قاطع زده دیگه، میدونی چی میگم، 4-1 برده. آمار بازی هم بخوایم نگاه کنیم پشمام، آمار بازی میگه که نباید 4-1 میبردن، ولی خب دینامو زد دیگه، 4 تا رو زد. آمار چیزیه که تعیین کننده نیست دیگه، میدونی چی میگم، قدر موقعیت‌های بزرگشون رو ندونستن و باختن بازی رو به دینامو زاگرب. میشه جانشون دیگه، حالا بردن دیگه، در از صورت بازی زیاد مهمی نیست. موناکو که با بولونیا بازی داشت، دقیقه 86 یکی زدن بردن بازی رو موناکویا. و موناکو امسال تیم بدی نبوده، بارسا رو بردن، حالا بارسا هم بدشانسی آورد ولی خب بازم در کل شکست داد بارسا رو. تیم خوبی بود. بولونیا هم که سال پیش عالی بود که در کل چیز خاصی رو به دست نیاوردن، ولی خب برای بولونیا اون رتبه سال پیششون واقعا شاهکار به حساب میاد دیگه. میدونی چی میگم، کسی از بولونیا انتظارات زیادی نداره. اینم بازی حالا زیاد جذابی نبود، دقیقه 86 سر یه فرصت شاید شانسی میشه گفت، یه موقعیت گیرشون اومد، یه گل زدن بردن موناکویا. آمار بازیش هم نشون میده که کامل بازی تخمی بوده. هیچی به هیچی، انگار بولونیا اومده بود مساوی رو بگیره بره تو خونه. نمیدونم، بازی چرت و پرتی بود دیگه. دوتا تیم هم به نظر من چرت و پرتن. موناکو اونقدر جالب نیست تیمش، من حال نمی‌کنم واقعا. اسکواد بدی نداره ولی خب امبولو مثلا نمیدونم، ستارهشون به نظر من امبولوه دیگه. امبولو هم یه سال خوبه 2 سال بده دیگه، باید قبول کنیم دیگه. امبولو هیچی به هیچی، واقعا چیزی برای عرضه تو سطح 1 اروپا نداره. بازی بعدی که بخوایم راجبش صحبت کنیم دورتمونده که خب 1-0 بازیشو برد. اینم دقایق آخر زد، مالن یه دونه گل زد برد بازیشو، ولی خب تو خونه انتظارات بیشتر بود دیگه. مالن نباید، میگم مالن، دورتموند نباید بیاد 1-0 بازیشو ببره جلو همچین تیمی. ولی خب نمیدونم، آقای شاهین، نوری شاهین زیاد خوب نبوده امسال تیمش. میدونی چی میگم، حالا سال اولشه، کم تجربه است، ولی خب انتظارات باز از دورتموندی که سال پیش فینال CL بوده بیشتره. چیز جالبی که دیدم امره جان کاپیتان شده و اینکه دفاع آخر بازیش میده. جالبه. بردن بازیشون در صورت. بازی سختی فکر نمی کنم بوده باشه برای دورتموند. من بازی رو ندیدم ولی خب توپاشون هم گل نشده دیگه. بیگ چنج زیاد داشتن، موقعیت بزرگ زیاد داشتن. چرا گفتم بیگ چنج؟ وای مغزم ارور داده. بگذاریم. بازی بعدی سلتیک و لایپزیگ. 3-1 سلتیک زده لایپزیگو. لایپزیگ تیم خوبیه. لایپزیگ نمیدونم، ششکو و اوپندا هنوز زوج این تیمن، جفتشون نمره هاشون 5 و 9 5 و 6. عجیبه، خیلی عجیبه. من انتظاراتم از اینا خیلی بالا بوده، اینا چرا اینجوری هن؟ خوب شد این دوتا موندن. میدونی چی میگم، یعنی اگه مثلا با 60-70 میلیون یورو یا دلار خواستن جابجا بشن به تیم دیگه، تا دسته جا کرده بودن دیگه. میدونی چی میگم، از اون بازیکنایی مثل سلطان آنتونی، قیمت بالا کیفیت معمولی. 3-1 بردن. سلتیکیا تو خونه بودن، جو استادیوم سلتیک واقعا وحشتناکه، اینا رو باید در نظر بگیریم، ولی خوب بردن دیگه بازی رو. با اینکه شاید لایپزیگ تیم بهتری بود، باید قبول کنیم بهتر بازی کرده، ولی خب نتیجه مهمه که سلتیک گرفته. بازی بعدی که چیز کنی، من انتظار داشتم یوونتوس بیاد با 3 تا 4 تا ببره، ولی خب با پنالتی تونست مساوی رو بگیره. آقای ولاویچ پنالتی رو گل کرد، مساوی رو گرفتن به سختی از لیل. نمیدونم، چیزی ندارم برای گفتم برای این بازی، ولی خب یوونتوس تیم بزرگیه. به نظرم امسال شده مثل
4-5 سال پیششون دیگه، میدونی چی میگم؟ سال 2018 19 20 اون سالایی که سخت گل میخوردن، سختم گل میزدن تقریبا دیگه، میدونی چی میگم؟ بیشتر تو کار دفاعی بود تمرکزشون. حالا این بازی گل خوردن دیگه، گل خوردن به زور مساوی رو گرفتن. باید بگم که آقای موتا سال پیش با بولونیا نتایج خوبی گرفت. امسال حالا باید ببینیم چی کار میکنه دیگه. انتظارات ازش زیاده. یوونتوس تیم جوونی رو درست کرده، یک تیم شاید نوظهور رو ساخته دیگه. سلطان کلولو رو هم گرفتن از میلان، با آقای گاتی زوج دفاعیشون رو تشکیل میدن. 3-1 شد بازیشون دیگه. نتیجه خوبی نیست قطعا برای یوونتوس، ولی خب اینجوری شد. آجی اینا رو ول کن. لیورپول 4-0 زد لورکوزن. و لیورپولی که هفته بعد چمپیونز لیگ باید با رئال مادرید بازی کنه و رئال اوضاعش فاجعه است. مثلا عجیب غریبه رئال. عرضم به حضورتون که تو آنفیلد بود و بازی هم خیلی یک طرفه بود. یعنی رسما تیم ژاوی تو قوطی بود، شانس آورد بیشتر نخورد. یعنی شاید من 6-7 این بازی حساب کرده بودم، یه قسمتیشو دیدم، خیلی فشار می آورد لیورپول. اصلا خیلی لیورکوزن بد بود. یعنی نمیدونم برای چی اینجوری شده. ژاوی سال پیش خیلی تیمش خوب بود، امسال اصلا کیفیت نداشت تیمش این تو بوندسلیگا، چمپیونز لیگ کلا تیمش خوب نبوده. میدونی چی میگم؟ اون چیزی نبوده که باید باشه. از لحاظ آمارم قاطع میشه گفت لیورپول دیگه واقعا همه جوره برتر بود، همه جوره سر بود، حقش بود ببره دیگه آجی. هم آماری هم نتیجه میگه که لیورپول خیلی سر بود. لورکوزن ریده، یعنی قشنگ این بازی رو ریده، هیچ کاری نکرده تو زمین، فقط توپو گرفتن چرخوندن لو دادن، هیچ موقعیت خاصی نداشتن، ریدن دیگه. آنفیلد جای خطرناکیه، یعنی رفتی توش امکان داره سوراخت خیلی گشادتر بیاد بیرون. میدونی چی میگم؟ تنگ میری گشاد میای. میلان و رئال مادرید، آجی رئال ته خنده شده. این همه ستاره، یعنی من نمیدونم چی میخواد آنجلوتی دیگه واقعا برای تیمش، ولی خب اسکواد رو نگاه میکنی میترسی. من اسکواد رئال رو نگاه میکنم میترسم، ولی خب فاجعه بازی میکنن آجی. اصلا امباپه و وینیسیوس انگار تخمشونه. رئال مادرید رو گرفتن به تخمشون انگار. چی کار میکنی؟ مگه فقط تو فوتبال اینه که آجی توپو بدیم ببرم برم گل بزنم، 4 نفر دریبل بزنم، از اصول درارم، تمام؟ بازپسگیری تو، دفاع کردن، اینا چی میشه پس؟ وینیسیوس و امباپه قدم میزنن تو کار دفاعی، اصلا شرکت نمیکنن. چند تا صحنه رو دیدیم دیگه، وینیسیوس تو جلوش نمیره توپو برداره، اینقدر گشاده از خودش. بابا یکم بجنگین. تیمی که داخلش دارین بازی میکنین رئال مادریده، توی لگانس بازی نمیکنی داداش، توی لگانس بازی نمیکنی که اینقدر قدم میزنی تو زمین به تخمت هم نیست. اسکوادشون واقعا خوبه، ولی خب حس میکنن بازیکنان میخوان فقط خودشونو ثابت کنن. میدونی چی میگم؟ امباپه میخواد بگه من از وینیسیوس و بیلینگام و رودریگو بزرگترم، بقیه‌شون هم همین فکر رو دارن، در صورتی که تیم نیستن دیگه. میدونی چی میگم؟ از تیم بودن خارج شدن، یه کمی ذهنیتاشون انفرادی شده دیگه، به تیم اهمیتی شاید اونقدر نمیدن و این خیلی برای منی که عاشق فوتبالم زننده است. حتی با اینکه از رئال مادرید خوشم هم نمیاد، من بارسایی ام، ولی اعصابم به هم ریخت. بازی رو که دیدم اعصابم به هم ریخت واقعا، که چرا رئال مادرید داره اینجوری بازی میکنه. اصلا فاجعه بودن، حس میکردم لگانس واقعا داره بازی میکنه. از یک طرف هم میلان تیم بزرگیه، ولی خب اسکوادشون واقعا قابل
قیاس با رئال مادرید نیست از لحاظ اسکوادی و حتی مربیگری. مثلا دو تا مربی رو با هم مقایسه کنین، فونسکا و مثلا آنجلوتی رو با هم بذارین کنار هم دیگه، افتخارات رو نگاه کنین، اسم رو نگاه کنین، اصلا کلا خودتون میفهمین کی به کیه، چی به چیه. اسکواد هم که دیگه هممون میدونیم رئال مادرید بهترین اسکواد رو به نظر من داره، حتی از سیتی هم اسکواد بهتری داره، اینو من قاطع میگم. ولی خب ریدن دیگه آجی. لوکاس واسکز سال هاست توی این تیم داره بازی میکنه و هر سال بنجلتر از سال قبل. آخر فصل اینو بندازین بیرون خدا وکیلی. آقای چی بود اسم مالکشون، رئیسشون، بندازش بیرون، اسمش هم یادم رفت اصلا. قد اصلا به هم ریخت سر رئال. انقدر خیلی من روی این قضیه حساسم آجی. رئال مادرید نباید بیاد اینجوری بازی کنه. در کل واقعا میلان خوب بود. میلان که نمیشه گفت خیلی خوب بود، رئال بد بود دیگه. میدونی چی میگم؟ شد دیگه آجی، شد 3-1 باختن بازی رو. ریدمان امباپه و وینیسیوس و نمیدونم والورده و بیلینگا همشون بد بودن. از بازیکن تعویضیاشون بگیرید که اومدن داخل تا همشون بد بودن آجی، افتضاح بودن. ترکیبی که چیده بود شاید خوب نبود. آنجلوتی نمیدونم چه بلایی سر این تیم بزرگ آوردن، ولی خب انتظارات اینا هم برآورده نکردن. از لحاظ آمار هم خب یه کوچولو رئال مادرید سرتر بود، ولی خب چه فایده، یه کوچولو مثلا فرقشون بود. حالا مهم نیست، اصلا به هیچ وجه مهم نیست. نتیجه مهمه که در کمال ناباوری رئال مادرید 3 تا خورد و باخت دیگه بازی رو. اون یه گلشون هم که پنالتی بود دیگه. میدونی چی میگم؟ فاجعه آشغال. رئال مادرید آشغال بوده. و از بارسا 4 تا خوردن، بعدم اومدن از میلان 3 تا خوردن. مثلا انتظارات طرفدارای فوتبال از رئال امسال این نبود. خیلی بیشتر از اینا ما رئالو میخواستیم ببینیم. نمیدونم، به نظرم ریدن دیگه، ریدن. این هفته یعنی روز اولش بود که گفتیم بریم سراغ روز بعدش که ببینیم چیکار کردن تیم‌ها دیگه. استون ویلا و کلوب بروژ. این بازی هم حاجی عجیب غریب بود. کلوب بروژ میزبان بود درست، ولی استون ویلا چرا اینقدر بالا پایین داره؟ استون ویلا مثلا ترکیبو نگاه کنم ببینم تیم اصلیشو بازی داده. آره دیگه حاجی، استون ویلا تیم 1 بازی داده، همشون هستن. مصدوم خاصی هم فکر نمی کنم داشته باشن. یک کش نیست، یک بارکلی، جفتشون هم اونقدر مهم نیست. یک کمی دیگهش مهم، ولی نه اونجوری نیست که بگی مثلا جایگزین نداره تو تیم و اینا، ولی خب خیلی بد بودن آنجی. کلوب بروژ واقعا کلوب بروژ کار بزرگی رو انجام داد، با اینکه تو خونه هم بودن. ولی خب استون ویلا تیم بزرگی. امیدوارم استون ویلا به روزای خوبش دوباره برگرده، واقعا تاریخ خوبی داره. از لحاظ آمارم استون ویلا چیزی برای گفتن نداشت. کلوب بروژ خیلی بهتر بود در کمال ناباوری و در کل که 1-0 کلوب بروژ بازی رو برده. شاختار اوکراین، شاختار دونسک اوکراین یانگ بویز رو زده دیگه 2-1. آقا نوش جون اوکراینیا، طرفدارای شاختار. خوب بوده دیگه، تیمشون خوب بوده. اسکواد فکر میکنم اسکوادشون 80 که نه 90% اوکراینی هن، به خاطر جنگی که وجود داره بازیکن خارجی نمیره شاختار و کلا اوکراین ضعیف شدن دیگه. ولی خب بردن بازی رو در هر صورت. یانگ بویز رو 2-1 زدن تو خونه که تو اوکراین بوده بازی. مگه اوکراین الان میزبانی میدن بهش؟ کویسو چک کنم ببینم. کجا بوده بازی؟ اگه اوکراین باشه واقعا ناامید میشم. چک کنیم. حاجی نمیاره بالا. چرا آورد؟ نه
نمیدونم اصلا این کجا بوده بازی. کنجکاو شدم باید ببینم. نه دیگه آلمان بوده بازی. میگم اصلا امکان نداره به اوکراین میزبانی بدن به ایران ندن. اصلا پشمام میریخت. یعنی اگه اوکراین میزبانی رو با اینکه جنگ زده است میگرفت و ایران میزبانی رو نداشت واقعا فشار میخوردم. بگذاریم حاجی برد دیگه 2-1 شاختار دونسک برد. سالزبورگ فاینورد. من رو برد فاینورد توی فوتساکر بسته بودم که یعنی فکر کنم 2-1 یا 2-0 پیش بینی کرده بودم برد فاینورد و جلو سالزبورگ. ولی خب سالزبورگ روی یه بازی قشنگ و زیبا تونست ببره دیگه. بازی قشنگی بود خدا وکیلی. خوب بازی کرد سالزبورگ، خیلی خوب بازی کرد. فاینورد هم انتظاراتو برآورده نکرد دیگه. اسکواد بدی نداره فاینورد، ولی خب اون مربیشون که عوض شد و یه کمی تغییرات ایجاد شد توی تیمشون، یه کمی شاید به هم زد تیمو. ولی در کل یه پنالتی هم خراب کرده سالزبورگ. یعنی میشد بهتر از اینا ببره سالزبورگ، ولی خب پنالتیشون رو خراب کردن. حالا بر دلیلی 3-1 تموم شد دیگه آقا. سالزبورگ 3-1 فاینورد رو زد که بازم پیش بینیم اشتباه در اومد. منفی 5 سکه خوردم سر این بازی. بارسلونا تیم محبوب خودم. آقا ستاره سرخ تو خونه واقعا تیم خوبیه. ستاره سرخ ببین جوی که استادیوم اینا داره نیوکمپ و سانتیاگو برنابو با هم دیگه نداره. خیلی ترسناکه تیمشون حاجی تو خونه. فکرشو بکن تیمشون 5 تا خورده بود از بارسا، باز داد و بیداد و آتیش بازی و تشویق و بابا 5 تا خوردین پاشین از استادیوم برین. بیشتر تشویق میکردن. اصلا به نظر من اگه این بازی توی شهر و خونه اونا نبود 5-0 میشد نه 5-2. گل میزدن هوادارشون میپریدن هوا. 5-1 بود بازی، 5-2 که شد پریدن هوا همه خوشحال. میدونین حیف این هوادارا که گیره همچین تیمی افتادن. این هوادارا لیاقتشون این نیست واقعا. مثل هوادار ایران، استقلال، پرسپولیس، اینقدر عاشق، اینقدر پرشور، تو آخرش هم میاد از الهلال 3 تا میخورن، با القرافه مساوی میکنن. بدونم سطح هواداری استقلال و پرسپولیس و تیمای ایرانی 1000 برابر بالاتر از تیمای عربستانیه. ولی خب موندیم عقب، همه جوره موندیم عقب. خدا باعثوبانیشو لعنت کنه. در کل اسکواد بارسا هم که همون ترکیبی بود که همه فکرشو میکردیم، به جز مارتین که حالا به بالده استراحت داد. خوب بود دیگه بارسا، بد نبود. 2 تا گل رو نباید میخورد از نظر من. 2 تا گل خوردنشون یه کمی شاید به هم زد داستانو. طبق معمول رافینیا یه گل زده، یه پاس گل داده، لواندوفسکی دبل کرده با اینکه 1-2 تا موقعیت خیلی بزرگ از دست داد. پدری SS یا AMF بازی میکرد میشه گفت. بود بد نبود تو زمین دیگه. نمرش هم 7-5 شده، بد نبود. یامال این بازی گل و پاس گل نداد، ولی خب کارایی داشت. کنده 3 تا پاس گل داد و هتریک پاس گل کرد، خیلی خوب بود. دیونگ و کاسادو هم که جمع کرده بودن وسط و دیگه. آره دیگه خوب بودن، بد نبودن. ستاره سرخ هم که به نسبت تیمی که داره خوب بود، ولی خب میگم لیاقت اینا همچین طرفدارایی نیست. 5-2 بارسا بازی رو برد، مبارکشون. اینتر و آرسنال آجی، اینتر و آرسنال سهام شعله ریخت. آجی اینتر 1-0 آرسنال زد با تک گل هاکان. پنالتی که تارمی گرفت اگه اشتباه نکنم. تارمی که نمیشه گفت گرفت، ولی خب اثرگذاری داشت دیگه روی صحنه. آقا تارمی واقعا بازیکن خوبیه، ان شاءالله بتونه بدرخشه تو اینتر، بتونیم موفقیتشو ببینیم. زبون من چرا گرفت حاجی. آرسنال هم اوضاعش خرابه. آقای آرتتا حرکت کن، یه حرکتی بزن. آرسنال
اسکواد باحالی داره و حیفم بیاد به این تیم که وضعش این باشه. من به نظرم باید وضعشون خیلی بهتر از این حرفا باشه، ولی خب خوب نبودن دیشب دیگه، همه جوره خوب نبودن دیگه. لوتارو مارتینز و تارمی زوج هم بودن که اینا هم 6-2 گرفت مارتینز، تارمی هم 6-5 گرفت. بد نبودن دیگه، حالا بردن بازی رو، مهم برده. اون چیزی که میخواست آقای اینزاگی بهش رسید. اینزاگی همین رو میخواد، یه گل بزنه و همین 1-2 همین جوریه بازیاش دیگه. تیم بیشتر اصلا ایتالیایی واقعی این تیم دیگه، میدونی چی میگم؟ ایتالیاه همیشه 3-5-2 رو میچینه و گل رو میزنه میشینه عقب. همینه دیگه. زومر هم بهترین بازیکن زمین شده. خوب بودن اینتریا، خوب بودن به نسبت چیزی که باید باشن، خوب بودن. آمار بازی هم که خب به 100% آمار بازی تو اینجور بازی‌ها دست آرسناله، چون مهم نیست واقعا برای اینزاگی این چیزا. گلو میزنه میشینه عقب. کلا یه شوت تو چارچوب داشته دیگه اینتر، میدونی چی میگم؟ آره 1-0 بردن بازی رو و آقا مبارک آقای تارمی رو واقعا دوستش دارم. امیدوارم به جای بزرگ برسه. تو اینتر باشگاه خیلی بزرگیه. امیدوارم چندین سال اینجا بمونه و لذتشو ببره دیگه، ما هم عشق کنیم. آقا بازی جنجالی پاریس سن ژرمن و اتلتیکو مادرید، دقیقه 93 کره اومد یک دونه زد تنگ این پاریس. از پاریس متنفرم، اینجوری بگم بهتون، از پاریس حالم به هم میخوره، خیلی بدم میاد از این تیم، مخصوصا از شماره 10 شون آقای دمبوز. حاجی اصلا حالم از اینا به هم میخوره، اصلا تیمشون دل من نمیشینه. باختن دیگه خدا رو شکر. 2-1 اتلتیکو مادرید زد اینا رو تو خود پارک د پرنس و حاجی زد دیگه، واقعا خوب بود. اتلتیکو هم تیم تدافعی، من بازیاشون رو میبینم افسرده میشم دیگه، نمیچسبه بهم. تیمیه که بسته بازی میکنن. کپتن لنگلت هم زوج آقای ویتسل شده تو خط دفاعی. کپتن لنگلت عشق، اسطوره، لجند، بهترین بازیکن تاریخ فرانسه است این بشر. خدا پدر مادرشو لعنت کنه. خولیان آلوارز هم که ریده تو اتلتیکو، با خاک تو سرت داداش. سیتی رو من نمیدونم، حالا سیتی هم خودش میخواست اینو بفروشه، پولش خوب بود، فکر کنم 80 تا معامله کردن با هم، پولش خوب بود، ولی خب دیگه اشتباه بود دیگه، میدونی چی میگم؟ من جای آلوارز بودم هیچ وقت از سیتی نمیرفتم اتلتیکو. چرا؟ از سیتی میرفتم بارسا، میرفتم رئال، میرفتم بایرن، ولی هیچ وقت نمیرفتم اتلتیکو. تیم خوبی نیست، واقعا تیم خوبی نیست. 2-1 اتلتیکو مادرید برد بازی و آمارم که قطعاً به نفع پی اس جیه و چه فایده، استفاده نکردن و تو خونه 2-1 باختن. نوش جان آقای دمبوز و بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی برست. خوب بازی کرد دیگه حاجی، برست. حتی اسمشو نمیتونم درست بگم، برست دیگه، برست. تیم خوبی بود، خوب بازی کردن واقعا. چند تا بازیشون تو چمپیونز لیگ خوب بودن و بردن بازی رو دیگه، میشه جانشون. زیاد حرف خاصی رو این بازی ندارم، نظری هم ندارم. هیچ کدوم از بازیکناشون هم به جز 2 تاشون، آره دیگه 2 تاشون رو فقط میشناسم، بقیه رو ندیدم تو عمرم. جالبه یکی از همون 2 تا هم گل زده و فرناندزشون گل زده که میشناسمش و بقیه رو نمیشناسم دیگه. 2 تا حاجی بردن دیگه، بردن بازی رو، حالا زیاد مهمم نیست ولی خب نوش جانشون. آتلانتا اشتوتگارت تو خونه بود و جالبه لوکمن دوباره گل زده و اینکه زانیولو هم دوباره به نسخه خوبش برگشته. به نسخه خوبش
با اینکه تعویضی هم اومد داخل. آره تعویضی اومد. آره دقیقه 74 تعویضی اومد، یه گل زد. دکتلاره، من دکتلاره توی لیگ بلژیک که بود دنبالش میکردم، خیلی دوستش داشتم اینو. رفت میلان، گفتم این آقا اومد که موفق شه. اومد تاجی اصلا هیچ عجیب غریبی بود. من انتظاراتم یک چیز دیگه بود از این بچه، ولی خب دقیقه نیمه دوم ببخشید بین نیمه اومد تو زمین، خوبم بازی کرد، یه پاس گلم داد و بردن بازی رو دیگه. آقا آتلانتا تیم قابل احترامیه، قهرمان لیگ اروپا سال پیش با ستارهشون لوکمن. به نظرم امسال تو چمپیونز لیگ میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن یعنی تیم قابل احترامی هن. دست کم نگیرینشون. اشتوتگارت هم خب اونداف ستارهشون این بشره که دقیقه 55 هم مصدوم شد رفت بیرون. نمرش هم مثل مغز آقای آنتونی خوب بود، 5 و 6. آقا پس این بازی هم شد 2-0 به نفع آتلانتا. بنفیکا و بایرن مونیخ، دقیقه 67 موسیالا یه دونه زد و بایرن مونیخ بازی رو برد 1-0 تو خونه. بنفیکا تیم چغریه، کپتن اوتامندی هنوز زنده، خیلی خوبه. خوب بودن دیگه بایرنیا. اولیسه چقدر ریده بود این بازی، دقیقه 56 هم تعویض شده، نمره 6 و 3. گنبری، موسیالا، کین زوج خوبی هن این 4 تا، ولی خب این بازی نتونستن شاهکاری که باید باشن و به نمایش بذارن، ولی بردن دیگه، 3 امتیاز رو گرفتن و مهم همین بود. آقای شرکت کمپانی باید بهتر از اینا عمل کنه. از اون مربیایی که میدونی چی میگم، میاد تیمای معمولی رو قاطع میبره و جلو تیمای بزرگ میبازه. مثل سال آخر ژاوی تو بارسا میاد مثلا تیمای مثل چه میدونم اشتوتگارت، حالا معمولی نیست ولی مثال دارم میزنم، اشتوتگارت رو مثلا میاد 4 تا بهش میزنه، بعد میاد جلو بارسا 4 تا میخوره، بعد میاد مثلا میگم این تیمو 1-0 میبره، بعد میره جلو مثلا دورتموند مساوی میکنه. اینجوریه مثلا، میدونید فقط در حد بقا نگهش میداره. این نتایج جوریه که نگهش میداره، ولی خب من انتظار ندارم از کمپانی بیاد CL ببره، اصلا انتظار ندارم به هیچ وجه، چون مربی همچین با کیفیتی نیست، هنوز جوونه، هنوز خیلی راه داره که بتونه به موفقیت به نظر من برسه، ولی خب امیدوارم موفق شه. جوونه بالاخره، لجندی بوده برای خودش دیگه، بد نبوده. آمار بازی چی میگه؟ آمار بازی هم حاجی بنفیکا چقدر حرومزاده است، کل بازی یه شوت زده، یعنی مالکیت تو 74-26. داداش اومدی چیکار کنی تو زمین؟ اومدی قدم بزنی دفاع کنی؟ بابا بازی کن، این چه وضعشه؟ آمار رو نگاه کن، شانس گل وای 0-0-8، حتی به 1 نرسیدی. وای یه شوت کل بازی 90 دقیقه. آقا آلیانز آرنای هر قبرستونیه، تو چجوری بازی کردی؟ توپو دادی به اونا گفتی حمله کن، من گل نمیخورم آقا، آخرم یه دونه خوردی، نوش جونت. باید همچین تیمی ببازه حاجی، من بدم میاد اصلا نگاه همش 0، موقعیت بزرگ 0، شوت تو چارچوب 0، شوت 0، شوت یعنی از وسط زمین تو نمیتونستی 4 تا شوت بزنی که 2 روز دیگه من کسخل نیام مسخرت کنم. واقعا اعصاب آدم به هم میریزه همچین تیمایی رو میبینه. 3-5-2 هم چیده داداش، 3-5-2 نچیدی، خب 3-5-2 قیافشه، 5-5-4-1 چیدی، اینجوری بگو. فشار میخوره آدم از دست این تیمای مثل بنفیکا. آجی چمپیونز لیگ این 2 روز همین بود. بریم یه لیگ چیزام چک کنیم، میگم لیگ جدولم چک کنیم ببینیم چی به چیه. خب لیورپول صدرنشینه، اسپورتینگ دومه، موناکو سومه، برست چهارمه، برست اینتر پنجمه، بارسا ششمه، دورتموند هفتمه،
استون ویلا 8م، آتلانتا 9م و سیتی 10م. بقیه هم نمیگم، فقط در همین حد بهتون بگم که رئال مادرید شاه CL 18مه و بارسا خیلی یهو پرید بالا، رتبه فکر میکنم 14 15 بود، رسید به 6م. لیورپول فعلا صدر نشینه دیگه. نظرم هم در مورد قهرمانی بگم و بریم دنبال کارمون. به نظر من شانس اول قهرمانی CL امسال لیورپوله. لیورپول واقعا خوب بازی میکنه آجی. لیورپول خیلی خیلی خوب بازی میکنه. به نظرم میاد و امسال CL رو شاید بگیره دیگه، مشخص نیست. فرضیه من بر اینه که لیورپول میزنه CL رو. و اگه بخوام شانس بعدی رو به یک تیم بدم، من به بارسا میدم. یعنی حدس من اینه که آقا لیورپول و بارسا، شانس اول لیورپول، شانس دوم بارسا. سیتی رو من امسال شانسی نمیبینم که بخواد بیاد بدرخشه. من بعید میدونم بخواد همچین اتفاق عجیبی بیفته، ولی خب سیتی هم تیم بزرگیه. سیتی و رئال مادرید مشخص نیست داستانشون دیگه، میدونی چی میگم. سیتی هم این بازیشو 4-1 باخته. آقای گیو هتریک کرده. گیو خداه، من گیو صدا میکنم، خیلی خوشم میاد ازش. هتریک کرد دیگه جلو سیتی، هالند رید و بازی رو 4-1 زد دیگه، میدونی چی میگم. اسپورتینگ 4-1 زد سیتی رو در کمال ناباوری تو خونه. آموریم به نظرم تو یونایتد موفق میشه، حالا خارج از بحثه، ولی خب آموریم موفق میشه به نظر من، چون که بازیکنایی اونجا وجود دارن که با مغز این بشر سازگارن. و گیو امیدوارم نره یونایتد، بره بارسا. و اینکه عشق من این دیگه، خوشحال شدم که این ویدیو رو براتون ضبط کردم. خودتون میدونین چقدر دارم عزیزین. امیدوارم که سالها بتونم در کنار شما بازی ها رو با هم دیگه آنالیز کنیم، بخندیم، خوش بگذرونیم. هدف خندیدنه دیگه، میدونین خودتون دیگه. من میام اینجا 4 تا بازی رو با مغز معیوبم براتون تحلیل میکنم، چرت و پرت میگم، بعدم در میشم میرم دنبال کارم. یه نیم ساعتی 20 دقیقه میخندیم و بعدم خدافظ. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که دوباره میگم روز خوبی داشته باشین، جیبتون همیشه پر باشه، خانواده‌تون سالم، صحیح و سلامت در کنارتون باشن و منتظر ویدیو بعدی باشین دیگه. عشق منین. بدرود.